استاد ما در همین شهر روسیه قرار داریم، یکی از شهرهاش در یک مسجد فقط نمازهای جمعه میخونیم، از سبب اون که دور است، 70 کیلومتر از جای استقامت دور است. در همون مسجد ما رو امام انتخاب کردن. راستی اونقدر علمی کفایه نداریم، خیلی همین مسئولیت برداشت گرفتیم. امامی که میبیان بعضا نمازهای جمعه دورتر است از مسجد، 200 کیلومتر دور است. در یک ماه بگیم در 2 ماه یک بار میبینم نماز جمعه رو میگذراند. دیگر جمعه‌هاش من امامی میکنم. همین استاد مردمی که نماز میخونن برادران کافکاز هستند، برادران ازبک، تاجیک هستند. نماز جمعه را فقط استاد خطبه میخونیم تمام. مثلا برادران جمع میشن، وقتی اذان میشد اذان رو میگیم، من خطبه رو میخونم، 2 رکعت فرض هم نماز میخونیم و تمام. بعضی وقت حرکت میکنم، کوشش میکنم که یگام معویزه کنیم. متاسفانه اونجا با زبان روسی برآمد کردن در کار کمتر همین وای داریم، لغزش داریم از همین جهت. همین خودتون پرسیم که استاد چی توصیه میدهین؟ بعضی وقت یگام حدیث تیار میکنم، از روی کاغذ گپ میزنم با زبان روسی. این بسیار فرصتی مناسب است برای دانش آموختنتان. شما یک نفر حافظ قرآن جستجو کنید از نزدیکی ها یا از دوره با واسطه اینترنت باشدم، از سوره فاتحه شروع اقلا جزئی عامه تجویدتون رو درست کنید، قرائت آموزید. این یک وظیفه. هر روز 1 ساعت 2 ساعت درس گیرید، قرآن آموزید. برای خاصتا سوره هایی که در نماز میگذارید، همه های از یوتیوب هم از قاری های به تجوید گوش کرده اصلاح کرده گیرید، سوره هایی که به نماز میخوانید و همون سوره های امامتی بگذارید که الکی شما در نزد استاد درست کرده تجویدشه. این یک مسئله. دوم مسئله، مثلا جمعه تمام شد، هفته آینده خطبه موضوع رو انتخاب کنید و خطبه رو آماده کنید. بگذار به کدام زبانی که برایتون میسر است یا بار با چی کنید، من چت جی پی تی بگویید که ترجمه کرده به زبان روسی، در 1 دقیقه شما ترجمه کرده میتید. خیلی اگه اون زبان روسی گرامتنی آدم روسی خوب میدونسته باشد، یا بار دیگه اصلاح بپرتید و یا بار اصلاح کردید، بعد همونه خوانید 5 بار 10 بار 20 بار خوانید. اکسنت باید هیچ گپی نداره، اکسنت همه داره. این زبان روسی یکی از زبان‌های دشوارترین در دنیا هست. از همین روزی تولد شدیم روسی میشنویم تا حاضر با اکسنت داریم، یعنی کم آدم ها زبانش میخوامد. شرط اون عیب ندارد. و مردمی داغستان و چچن هم همشون با اکسنت گپ میزنن. هیچ گپ مهم این که درست گپ زنید از نام شریعت. و با بعضی برنامه ها همونه، مثال خوانده تگوید، خوانده میتید گوش میکنید. برنامه خطبتون از 3 دقیقه زیاد نشود. خوانده تید ورق، هیچگاه از یاد گپ نزنید. خونده مسجد حرم، مسجد نبوی از کاغذ گپ میزند. برای چی؟ درست است که مثلا به کاغذ گپ زنید تاثیرش درست‌تر است، فایدهش نقص‌تر است، لیکن کاغذ کتی گپ زدن ضررش کم، ضرر نداره، خطا نمیکنید. ولی منبر ببرد آدم شعر میشد، بعضی گپایی که در نقشه بود نبود میگود، بعد پشیمان شده میشنه سخت گپ زده بوده. برای همین نوشته پیشه که عقل جاشنده بودگینده نوشته شروع کرده اصلاح کرده میگیرید. 3 دقیقه بگذار 2 دقیقه باشه، مثل خطبه های پیامبر صلی الله علیه و پر معنا پر تاثیر، همونا برای مردم برونده خوانده میتید. ان شاء الله برایتون اجری عظیم است. 10 دقیقه 15 دقیقه گپ زدن شرط نیست. از 5 دقیقه نگذارد خطبتان، کوتاه کک برای مردم فایده ناک. همیشه بروز مناسب موضوع انتخاب میکنید، ترجمه میکنید، مهنت میکنید. همین حدیث، یک آیه، یک حدیث، یک قول در ذهنتون میموند. با همین بهانه هم به مردم یک پند میگویید، هم خودتون علم میگیرید. خطبه را استاد با زبان عربی از یاد کردم، 2 خطبه حاضر همون خطبه رو میگم. خطبه های دراز نکنید، هیچ کی نمیفهمد. مقصد یک جمله گویید که به مردم فایدهتون رسد، آنها یادآوری کنید، نصیحت کنید. خاصتا در این غریبی، خاصتا در جایی که 80 کیلومتر دور، مسجد کم، مسلمان ها نیاز به شنیدن سخن الله، سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن. بنابراین کوشش کنید برادر، اجر عظیم میگیرید ان شاء الله.
استاد بعد میگفتید شاید همین در نماز عید امام شاید حضور نداشته باشد. میگفتید که چه خیل گذرانی نماز عید را تا وقتی نماز تکبیر تشریق بگیم. اون تکبیر تشریق هیچ کسی که گوید گفتن گیرد، یعنی یک کس وظیفه دار کردن کمتر تا مردم جمع شدن تکبیر تشریق گوید میل هیچ گپی ندارد. خطبه اول نماز میخونید، نماز عید، بعد نماز عید خواندن بعد خطبه میخونید. همین خطبه هم مثل خطبه جمعه، خی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد، همین گپاکتی شروع میکنید. احکام قربانی کنید، اون همدیگه دستگیری کنید، زیارت کنید، خیر کنید، مردم نصیحت میکنید، دور دراز نباشد، کلت و کوتاه اینا هم حرکت کنید. اما خطبه های تاجیکی مایم هست، همین اینترنت پوری خطبه هست، حتی آزی همین خیلی پروگرام ها هست، برنامه هست که به زبان دلخواهتون ترجمه کرده میتید، میگیرید خوش رو کرا آماده میکنید. برادر کوشش کنید. استاد بخشش کمتر وقتونو میگیرم. دوملوی که از دور میبیاد مذهب شافعی دن، وقتی آنها میبیان با همین مذهب شافعی نماز میخونن. نماز عید استاد ما با مذهب همین انشالله، من الحمدلله که حنفی مذهب هستم، همین حنفی قطعی خونیم مقصد 3 تکبیر وقتی نماز ده، یا که مردم اکثریتش چی مذهب دارن؟ بسیارتر فکر میکنم حنفی مذهب هست، برای چی برادران ازبک و تاجیک بسیارتر هستند. حنفی خاندونه هم میفهمن که هیچ گپی ندارد. الله تعالی شما رو موفق گرداند. الله آمین. تعالی استاد علم.